بچه بالاخره رسیدیم به روزای خوب و خوش دانشگاه و امیدوارم تنها کسی که ناراحته من نباشم، چون واقعا فکر کنم بین این همه بدبختی و بیپولی و دغدغه و افسردگی و اینا باید هیچ بری سر یه مش کلاس بشینی با یه مش آدم پیکمی، با یه مش پسر پرنسس چی گوش بدی؟ چیزایی که نمیدونی اصلا کی قراره به دردت بخوره. اوکی؟ پس خواستم بگم که هی اگه فکر میکنی کلاس بو میده، استاد خسته شدیم، استاد میشه ما رو هنتی میکنین، استاد میشه بیایم جلو بشینیم، استاد میشه گروه بزنیم، استاد میشه تایم جبرانی بذاریم، استاد خیلی اینجا بو میاد، استاد اینجا گرمه اونجا سرد، میتونی نری دانشگاه. اوکی؟ میتونی نری دانشگاه و فقط گروه تو گم کنی بری بیرون از این کلاس کوفتی.